توجیکستان از قرغیزستان کمکی بشردوستانه دریافت کرد. روسیه می‌خواهد حالت یخبندی پیریخ‌های تاجیکستان را زیر نظارت خود بگیرد. نزدیکترین خویشاوندان نورسلطان نظربایف مسئولیت خود را از تعقیب جنایی از دست دادند. پیشگیری غیرقانونی انتقال مبلغ در فرودگاه‌های سیبری فدراسیون روسیه. قرغیزستان در فهرست کشورهای جهان که در ماه‌های ینور اپریل سال جاری به تاجیکستان کمک بشردوستانه رسانیدند وارد شده است. بنا به اطلاع اداره آمار تاجیکستان در این مدت به کشور از 50 کشور جهان به مبلغ حدود 66 میلیون دلار کمک بشردوستانه وارد شده است. دانورهای اساسی از روی ارزش کمک ایالات متحده آمریکا در جای اول 43.7% از حجم عمومی و کشور چین 30% بودند. ژاپن حدود 6.1%، هندوستان 4.1%، شویتسیه 3.4%، ازبکستان 2.3%، روسیه 2.2% نیز سهم نسبتاً بلند دارند. سهم قرغیزستان در حجم عمومی کمک به تاجیکستان 0.1% بوده حدود 66,000 دلار را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شویم که بعد درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در آخر ماه اپریل سال 2021 قرغیزستان مرزهایش را با تاجیکستان به طور یکجانبه بسته بود. سرحد تاجیکستان و قرغیزستان تا حال بسته است و از درگیری‌های مرزبانان دو کشور زود گزارش می‌شود. بنا به معلومات اگنتی آمار حجم کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان در 4 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال 2021 3.3 مراتبه و شماره دانورها 7 کشور افزایش یافته است. در همین حال ساختارهای دخلداری تاجیکستان از جمله اگنتی ذخیره‌های دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به نمایندگان وسایل اخبار عامه درباره تقسیم کمک‌های بشردوستانه به اهالی جمهوری معلومات نمی‌دهند. هرچند این معلومات سری دولتی حسابیده نمی شود. روسیه به تاجیکستان کمک مشورتی آلمان را در تشکیل مانیتورینگ یخبندی ابدی پیشنهاد کرده است. این ابتکار از جانب رهبر وزارت ذخیره‌های طبیعی و اکولوژی فدراسیون روسیه الکساندر کازلوف صدا داده است. قبلا او با رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان بهادر شیرالی زاده ملاقات کرده بود. این نشست در چهارچوب دومین کنفرانس بین المللی آب برای رشد استوار در دوشنبه برگزار شد. کازلوف و شیرالی زاده همکاری های کشورها در ساحه محیط زیست را بررسی کردند. نماینده روسیه گفت که حکومت تاجیکستان به نقشه گرفته است که کار در پیریخ‌ها را آغاز کند. کازلوف گفته است پیشنهاد کردیم که تجربه خود عاید به تشکیل مانیتورینگ یخبندی ابدی را مبادله کنیم. ما الکی به این کار مشغولیم و حالا سیستمی دولتی مانیتورینگ را تأسیس داده ایستادیم که در آن 140 ایستگاه‌های نظارت حالت یخبندی ابدی خواهند بود. کازلوف شیرالی زاده را به سنت پترزبورگ به پژوهشگاه علمی آرکتیک و انتارکتیک راگیدرومنت دعوت کرده که در آنجا متخصصان آماده اند تجربه کار با یخبندی ابدی را مبادله کنند. اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفت در طول چند ده ساله جمهوری بیش از 1000 پیریخ را از دست داده است که باعث آبخیزی ها و خشکی گشته است. برای حل این مشکل در کشور پیشنهاد شده است که سال 2025 سال حفظ پیریخ ها اعلان شده تلاش های جامعه جهانی در این سمت پرزور کرده شود. نزدیکترین خویشاوندان رئیس جمهوری سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف مسئولیت خود را از تعقیب جنایی پس از اعتبار پیدا کردن اصلاحات در قانون اساسی این کشور از دست دادند. علما مکانووا معاون وزیر عدلیه قزاقستان روز 8 ایون به رسانه‌ها گفت در رای پرسی که طبق اطلاع رسمی اکثر انتخاب کنندگان این تغییرات را پذیرفتند، قانون درباره پرزیدنت نخستین الباشی که امتیازهای نظربایف را پیش بینی کرده است لغو شد. در این قانون کفالت‌ها برای اعضای خانواده‌ای که با او زندگی می‌کنند بیان شده بود. مکانووا توضیح داد که به جوابگری جنایی کشیدن خود نظربایف غیر امکان است، زیرا قانون درباره پرزیدنت قاعده‌ای را در بر می‌گیرد که طبق آن پرزیدنت‌های پیشین برای کردارهای در دوره پرزیدنتی صادر شده به جوابگری کشیدن نمی‌شوند. روز 5 ایون برای پرسی عمومی خلقی در قزاقستان 56 تغییر علاوه به کنستیتوسی این کشور پیشنهاد شده بود. از جمله بنده که به نظربایف حق می‌دهد بیش از 2 مراتبه پی در پی به کرسی پرزیدنتی انتخاب شود،
از ماده 42 قانون اساسی خارج کرده شد. از ماده 91 عبارت درباره پرزیدنت نخستین همچون اساسگذار قزاقستان صاحب استقلال و عوض نشونده بودن مقام او از بین رفت. تغییرات با تشبث رئیس جمهوری فعلی قاسم جامر توقیف نوشته شده است که خود نظربایف بعد از استعفایش در سال 2019 او را وارث خود انتخاب کرده بود. از اول سال 2022 ماموران گمرک نوسیبیرسک، ایرکوتسک، کراسنایارسک و کمیروی فدراسیون روسیه بیش از 30 کوشش انتقال غیرقانونی مبلغ از جانب مسافران هواپیما را آشکار کردند. 32 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری و یک پرونده جنایی باز شده است. طبق معلومات گمرک عملیاتی سیبیر، مبلغ عمومی پول خارجی در پرونده های آغاز شده به معادل 14 میلیون روبل نزدیک شده است که نسبت به سال گذشته 2 برابر زیاد می باشد. کشورهای اساسی انتقال دهنده پول به طور غیر قانونی ازبکستان و تاجیکستان بوده اند. این دو کشور از 4/3 حصه کوشش های آشکار شده را تشکیل می دهند. گفته می شود مسافران نیت داشتند که مبلغ های کلان را با طور پنهانی توسط هواپیما با خود برند. طبق قاعده باید به مبلغ زیاده از $10,000 ایالات متحده آمریکا دکلاراسیون گمرکی مسافران پیشنهاد کرده شود. اگر به مبلغ زیاده از $100,000 ایالات متحده آمریکا نیز به قلمروی فدراسیون روسیه وارد کرده شود، پیشنهاد نمودن حجت‌های تصدیق کننده منبع مبلغ طلب کرده می شود. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی و تلویزیون ماهواره پیام تیوی پیگیری کنید. با ما باشید.